شخصی هست که البته ادعای علم میکند اما میگد من مذهب ندارم. مقصد که کدام نفری که میگه من مذهب رو قبول ندارم و دروغ میگد. هر آدم در مذهبی مفتی شد، همون شیخش که باز قید میکنه، همونه که نماز یادش داده، همون مذهب شد. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر خب یک چند سوال داده است. اول گفته است یک شخصی هست که البته ادعای علم میکند اما میگد من مذهب ندارم، من مذهب را قبول نمیکنم. و گفته است دویم سوال که خب با پای افضلش نماز میخواند، آیا با پای افضل نماز خواندن جایز هست؟ و سوم گفته است آیا پشتی سر این زیل انسان ما نماز بخوانیم؟ اول این که برادر عزیز، هر نفری که ادعا میکند که من مذهب ندارم و دروغ میگه. مذهبی او همون پیر شای، همون شیخ شای، همون استاد شای. کتاب کی را میخواند، از کی نماز را تعلیم گرفته است، از کی فقه را، مسائل ها را تعلیم گرفته است، همون مذهبی اون است. اما این که من مذهب ندارم، تو مجتهد هستی، تو باوری می‌دارم که یگان آدم بی سواد هستی، بی علم هستی. زیرا مذهب نمیگیرم گفتنده فقط آدمی میگد که به مانند امام ابو حنیفه باشد، به مانند امام شافعی باشد، مجتهد مطلق باشد. اکنون امام بخاری محدث رحمت الله علیه کتابش در دویم جمعه است در دنیا، برادر عزیز، مطابق مذهب بودن. ابن حجر عسقلانی حضرت مطابق مذهب بودن. بدرالدین عینی که محدث بودن مطابق مذهب بودن. امام طحاوی رحمت الله علیه که کتاب عقیده طحاوی مشهور هست در دنیا، اینقدر عالم زبردست، مطابق مذهب بودن. امام نووی مطابق مذهب بودن. امام ابو یوسف و ابو محمد که اونها حضرت حدشان در مجتهد مطلق رسیدگی بودن، لیکن خودشون مجتهد فی المذهب نسبت دادن، مجتهد در مذهب. امروز این بچه، این آدم کی هست که میگه که من مذهب را قبول ندارم؟ تو آدمی بی علم هستی، تو از زبان عربی بی خبر هستی، شاید که در کلی مسائل غلط داشته باشی و امروز میگه من مذهب ندارم. این خودش یک بیعقلی هست. مذهب برای تو چی ضرر کرده است که تو اینقدر بد میبینی مذهب؟ و مذهب بیچاره حضرت ها اینقدر محنت کردن، اینقدر کوشش کردن، دین را آسانه کرده به ما و شما رساندن. حالا بعضی یک ادعا دارن، میگن تو پیغمبر را اتباع میکنی یا که امام ابو حنیفه را. این زیل انسان ها به نهایت آدم های بفهم هستند، عقل فراستشون سطحشون به نهایت پس است. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بیرون از قرآن و از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم از خود چیزی نگفتند. حضرت ها عالم های مجتهدی بودن، آنها بسیار صاحب فضل بودن، دین را برای ما آسان کرده فهمودن. امروز چی بالات زده است که تو دیگر این حضرت ها اینقدر بد میبینی؟ مقصد که کدام نفری که میگه من مذهب را قبول ندارم و دروغ میگد. هر آدم در مذهبی مفتی شد، همون شیخش که باز قید میکنه، همونه که نماز یادش داده، همون مذهب شد. به این خاطر خب مذهب را برادران عزیز شما خوب تقلید کنید. مذهب این راه درست هست. این مذهب راهی هست که مدتی از 1000 سال زیاد شد که الحمدلله این 4 مذهبی اهل سنت و الجماعت آمده است. این قدر علمای زبردست این مذهب برآمدن، مشکلی نبود. امروز اکو پیدا شدین همین آدمایی که اختلاف میکنن، ادعای علم داری میکنن، یک آیت قرآن را در پیشان پرت کو که تو مذهب را قبول نمیکنی، همین آیت معنادار کن برای من بگو، تفسیر و تحلیل که به خدا قسم
یک آیت رو نمیتونن خوب تحلیل کردن، بعدا میخیزن میگن که ما مذهب قبول نکنیم، عیب است، این شرم است، خچون شرمنده نکنن. آخی دویم گفته است با پای افضل نماز خواندن. ما در مورد پای افضل گپ داشتیم. اگر که بیرون خنک باشد، اگر که خب پایلیش خواندن نماز عذر داشته باشد آدم، پس همون پای افضلش اگر پاک از نجاست باشد میشود خوانده. ما این گفته بودیم که امروز زمستان در آدم ها در بیرون نماز میخوانند یا جنازه های میخوانند که پای افضل نمیبرند، یا که بعضی عیدها میشه که در بیرون ها نماز میخوانند. در این صورت میتواند انسان به شرطی که همون پای افضلش از نجاست پاک باشد نماز بگذارد. اما این چیز عمومی نیست که در اون مسجد امروز چخیل میداری به پای افضل نماز میخوانی. در حالت عذر جایز هست و پشت سر این آدم نماز خواندن حکمش چی است؟ خیلی که یک آدمی که خب بگه که من هیچ نه مذهب قبول دارم، نه فقه قبول دارم، نه عقیده را قبول دارم، پس احتمال کلان هست که اون آدم غلط دارد در فقه، در عقیده، در مسائل. لذا افضل است که برادری عزیز از پشت نفر نماز بخونید که اون عالم باشد، اون فهمیش دین داشته باشد. زیرا نماز ارکان دارد، شروط دارد، واجبات دارد. باید که پشت سری نماز، پشت شخصی که ما نماز بخونه که اهل علم باشد. همین هست مسئله برادری عزیز. خداوند نگهدارتون باشد.